دومین مفهومی که در عرفان و تصوف اسلامی است بحث خود معرفت است. عرفان یعنی معرفت یعنی شناخت خدا جل جلاله. حال وقتی که ما از شناخت که صحبت میکنیم، ما استاد اسیب گرامی هر کسی را که شما احترام میکنن به اندازه شناختتان احترام میکنن، کسی را که شما نشناسین احترام نمیکنن. حال وقتی که ما میگیم از خدا چقدر شناخت و معرفت داره، ما به اندازه شناخت و معرفت ما خدا را احترام میکنیم، خدا را عبادت میکنیم و فرامین خدا را اطاعت میکنیم و از نواهی خدا اجتناب میکنیم. پس امی شناخت و معرفت ما از خدا جل جلاله چقدر است؟ اینال ما وقتی که امی پروسه را به شکل علمی عملی طی نکنیم، امی راه سلوک پیش نبریم، ما به معرفت نمیرسیم. معرفت کسی از پدر، از مادر، از خانه نمی آموزه، بلکه یک پروسه عملی و تربیتی است. حال فرض بکنین حداقل امی سوال وقتی که ما در انگام طفلی از خودمان پرسان میکنیم که ما را کی خلق کرده، امی چشمای زیبا را بر ما کی بخشیده، امی گوشهای شنوا را بر ما کی ارزانی کرده، امی ما را کی به صورت زیبا طراحی کرده، امی اکسیژن برای تنفس کردن ما کی آفریده، امی گلها و گیاها و نباتات کی بر ما خلق کرده. یعنی یک معرفت از خدا جل جلاله که ذات قادر است، علیم است، حکیم است، رؤوف است، رحمان است، رحیم است، بر ما پیدا شود. حال مولانا واقعا عارف بوده، یک عارف بسیار بزرگ. چقدر زیبا میگه ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، میگه ای باختوی خوشتر یا گلشن گل در تو یا آن که برآرد گل صد نرگس تر سازد. ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد. واقعا بر ما میفهمانه نه او شکر که وجود داره، شکرساز وجود داره، پس مخلوقات وجود داره، خالقش وجود داره، پس موجودات وجود داره یا مصنوعات وجود داره، صانعش وجود داره. پس صانع جمال و کمال و قدرت ذات لایزالش ما به طور دقیق و کامل خیلی بشناسیم. واقعا خدای متعال چه دارای چه ذات و دارای چه صفات، این را بشناسیم.